اما من فکر کردم کار توه. فکر کردم که اون کارتا رو تو فرستادی. تو برای همین اومدی؟ یعنی فکر کردی من دعوتت کردم؟ چون میخواستم اون تو باشی. من چقدر آدم احمقیم آخه. برو دمیر، برو لطفاً برو. من الان ازت خجالت میکشم، نمیتونم تو رود نگاه کنم. امشب نمیام. برو. دوست دارم. زود باش بریم. آیدا شما کجایین؟ دارم میام. چی گفت؟ گفت داره میاد اینجا، اما صداش اصلا خوب به نظر نمی اومد. هرچی که شده خیلی عصبانیش کرده. خب حتما دمیر خانو اونجا دیده، برای همین عصبانی شده. در اصل وقتی دمیر اونو اونجا دیده به لروکس بدجوری حسودی کرده. بایی یه وقت بلایی سرمون نیاد. من اصلا نمیدونم کار خوبی کردیم یا نکردیم. یعنی رسما براکو فرستادیم رو آتیش. راستش منم نمیدونم. خب البته یه عصبانیتی پیش اومده. خب البته خوبه دیگه. براک رفته لروکس رو بیاره، یکم دیگه میفهمیم جریان چیه. لروکس داری چی کار میکنی؟ لروکس وایستا. بذار همه بشنون. دمیر اراندیل منو دوست داره. لروکس بیا پایین. دمیر اراندیل منو دوست داره، اونم منو دوست داره. همه بشنوین. لروکس شنیدین؟ ببینم لروکس. تو اصلا عاشق شدی، من شدم، اونم منو دوست داره. آره لروکس لطفاً دیگه بشین. داری چی کار میکنی؟
کمربندتو ببند. این کارت خیلی خطرناک بود. این که عاشقت شدم خطرناکه؟ نه، این که از صف ماشین میری بیرون خطرناکه. دست خودم نیست. الان اینقدر خوشحالم که انگار قلبم داره از بدنم در میاد. یعنی تو هم همچین حسی رو داری؟ انگار اگه بلم کنی میخوام از سقف و پنجره پرواز کنم دمیر. اما ولت نمیکنم. خوبی؟ لروکس الان داری چی کار میکنی؟ دارم از خوشحالیم لذت میبرم. امیدوارم همه آدم‌ها یه روز قلبشون رو مثل من باز کنن و به اندازه جال باشن. بروک، لروکس کجاست؟ آیدا شما دارین با من چی کار میکنین ها؟ آدمی که میخواست با لروکس ملاقات کنه اونو اونجا کاشته. لروکس خیلی حالش بده. فوراً برو پیشش. شما دارید منو بازی میدید آره؟ نه بروک جون، چه ربطی داره آخه؟ نتونستی لروکسو پیدا پیدا کنی؟ کردم. اتفاقا جلوی رستوران با دمیر وای چجوری با هم بودن؟ داشتن همدیگه رو میبوسیدن. قسم بخور. چطور ممکنه؟ دمیر خان اونجا چی کار داشته؟ امشب دمیر و لروکس با هم شام قرار داشتن. شما هم منو فرستادین اونجا. میشه بگیر هدفتون چیه؟ خب خواستیم کمکمون کنی. چرا اینجوری داد و بیداد میکنی؟ انگار ما مقصریم. تو برو اول به خودت بیا، بعدن بیا با هم حرف میزنیم. بگید ببینم شما دنبال چی هستی؟ گرفتم. هوم سویت هوم. واقعا تو همینجا منتظر باش. من برم یه لیموناد برات بیارم. باشه؟ اوکی. بیا بگیر. بخورش برات خوبه. حالت بهتر میشه. از دست عصبانیم. جدی؟ اما یکم پیش تو ماشین از شدت خوشحالی میخواستی پرواز کنی. من به خاطر تو زود میمیرم میدونم. به خدا دیگه عمری برای زندگی کردنم نمونده. فقط اینقدرش مونده. باشه تو اینو بگیر بخور بعدش تعریف کن. باشه؟ حتما تعریف میکنم. فکر نکن با جمله دوست دارم به این راحتی ها میتونی خلاص شی. آدمی منو دوست داری آره؟ نظرتو عوض نکردی؟ عوض نکردم. آی یه بار دیگه میشه به هم بگی؟ میخوام بازم بشنوم. یادت که نمیمونه لروکس. دمیر باشه دوست دارم لروکس جان. منم دارم همینو میگم دیگه. یکی که عاشق همچین کاری میکنه. مگه من چی کار کردم؟ ببین گلا میان، شکلاتا میان، تو شرکت رو میزم هدیه میذارن. آدم نباید بیاد بگه که من اینا رو واسه تو نفرستادم. من جوری رفتار نمی کردم که انگار من فرستادم. تو اونجوری فکر کردی. اونجوری فکر کردم. اما حالا که دوستم داری تو چرا برام نمیفرستی؟ ببین مردم چیا برام فرستادن ها. باشه منم میفرستم. میفرستی؟ البته که میفرستم. نه اما دیگه نفرست. نمیخوام اصلا. دیگه سورپرایزش از بین رفته. دیگه اشتیاقی ندارم. بیا بابا اینم خودت بخور. نصف آورده بودیش در ضمن ببرش. خیلی خوب باشه. یعنی لروکس بهت زنگ زد و بهت نگفت که دمیر اونجاست آره؟
دمیر از کجا میدونست که لروکس اونجاست؟ خب شاید خود لروکس زنگ زده باشه. بروک جون، دمیر خان لروکس رو نبرده بود واسه شام. لروکس با یه نفر دیگه قرار با داشته. کی؟ عزیزم چه اهمیتی داره؟ با یه آدم بی لیاقتی که دختری مثل لروکس رو اونجا کاشته بوده. همین. ما فکر کردیم شاید دختر بیچاره یه وقت بلایی سرش بیاد، برای همین ازت کمک خواستیم. ببین خود دیدی حالش خوبه. حالا ما که فهمیدیم با دمیر خانه خیالمون راحت شد. یعنی مهم اینه که تو رستوران تنها نمونده. مهم اینه که لروکس حالش خوب باشه دیگه. خب این مهمه. شما چرا یهویی طرفدار دمیر شدین ها؟ تا دیروز مگه همتون سعی نمی کردین که این یارو رو دکش کنین بره؟ اما حالا وضعیت فرق کرده. البته خب قبلا فقط توی خونه زندگی میکردن و رابطه نداشتن، اما الان دارن و شما هم از این موضوع خوشحالین. چقدر سریع به این یارو اعتماد کردین و اینقدر خوشحالین؟ یعنی دمیر رو واقعا میشناسین؟ ها؟ طرف یهویی از ژاپن برگشته اومده؟ خب مگه چیه؟ طرف دلش برای کشورش تنگ شده و برگشته اینجا. طرف یه معماریه که کلی پیشنهاد کاری داشته، همه شرکت هم دنبالشن، هر جا بخواد کار هست، اما میاد سهام شرکت آرتمیم که در حال ورشکستگی رو میخره و رئیس شرکت میشه. چرا؟ کی این کارو میکنه؟ چرا این کارو بکنه؟ شاید یه چیزی میدونه ای بابا. شاید یه پتانسیل رشدی چیزی دیده. اصلا شاید بردن رو دوست داره، چه میدونی؟ اون یارو یه چیزیش هست. شما هم همچنان به خوابتون ادامه بدین، اما من پیدا میکنم. فقط امیدوارم دیر نشده باشه. بروک جون، ببینم این چی داشت میگفت؟ به خاطر تو ساعتها منتظر مردی شدم که نمیشناختمش. همه دلشون برام سوخت. آبروم جلوی گارسونا رفت. البته همش تقصیر من بود. تو اصلا مقصر نبودی. بله وداد. چی کار کردی پسر؟ کنجکاو شده. اون یارو نیومد سر قرار؟ نه نیومد. منم لروکس رو آوردم خونه. حالش خوبه؟ آی دمیر رندیل، همه اینا تقصیر توه. تابانه همه اینا رو تک تک بهم میدی. خودت شنیدی بده. یعنی یکی دیگه کاشتش، حرصشو سر تو خالی میکنه. اما همه اینا حقته. اون دختر از رو لج تو رفت سر اون قرار. از رو لج من نه، به خاطر من رفته بود. فکر کرده اون یادداشت رو من براش نوشتم. چی؟ یعنی چی؟ عالیه به خدا. یعنی اون عوضی تو بودی؟ آره؟ اون طرف که کاشتش تو بودی؟ قطع میکنم وداد. ای خدا، شما دیگه کی هستی؟ ببینیم دیگه چی کارا میکنین. دوبله شده در استودیو جم. میدونی وقتی تو پاریس رفتی من چی کار کردم؟ خیلی گریه کردم. من تو اون اتاق گریه کردم، توی این یکی گریه کردم، تو تراس گریه کردم. ببین اون سالن رو میبینی، اونجا هم گریه کردم. تو اون بالکنی که منو ول کردی رفتی برای اینکه بتونی بری منو خوابوندی. خیلی زشته. خیلی گریه کردی. آره خیلی. چشام اینجوری مثل قورباغه شده بود به خاطر تو فقط. باشه، به خاطر من. تو چرا داری میخندی ها؟ خوشت میاد من درد بکشم؟ آره نخند. نه بابا، این چه حرفیه؟ به هیچ وجه. ببخشید. این دیگه چجور عذرخواهیه؟ اصلا از ته دلت نبود، انگار اجباری بود دمیر. باشه، معذرت میخوام، واقعا نشد. بگو ببخشید ولت کردم و رفتم. اشتباه کردم لروکس، بگو. باشه، بزرگترین خر من. باشه، خوبه؟ راضی شدی خرم؟ دمیر اما خرا حیوانای با مزه‌این. باشه،
لروکس جون یه حیوانی بگو که اصلا با مزه نیست، من اون میشم. همه حیوونا خیلی بامزن. واقعا؟ اوی نه دستتو بذاری اونجا تا فشار خون تنظیم بشه باشه؟ اوی دستم یخ زد. نه یخ نمیزنه. ببین دست منم این توه. خب تو گریه کردی، خیلی هم گریه کردی، بعدش گریه رو متوقف کردی، آره درسته؟ خب بعد پارتیو شروع کردی، خوشگذرونی، تو حیاط گل کاشتی و خیلی کار دیگه، آره؟ زود باشونا رو تعریف کن. باشه تعریف کن. اولا این که دوستام چون میدونستن حال من خوب نیست اومدن. وای اونا چقدر آدمای خوبی هستن دمیر. وای اون مروه عزیزم، مخصوصا اون. آره مخصوصا. آره به خدا. آره. تو مسخرم میکنی؟ نه بابا مسخره نمیکنم. باشه فهمیدم دوستت دارم. باشه بیا. اون دختره اون از همون اولش هم میدونست که تو این خونه هستی، بعدش اومدی و قانون ممنوعیت عشقی و گذاشتی. اون به خاطر تو از نامزدش جدا شد، گریه کرد، کلی گریه کرد، به خاطر اون قانونت رفت یواشکی ازدواج کرد، جلوی خانواده‌اش وایساد. یه بار اومد بگه آقای دمیر ارندیل شما خودتون با یکی از همکاراتون همخونه این، گفت چرا این کارو کردی؟ آره؟ حالا تو خودت از خودت این سوالو تا حالا پرسیدی؟ آره پرسیدم. میدونی جوابش چی بود؟ شاید مثلا به خاطر اینه که تو بهشون گفتی دمیر نفهمه که شما میدونی. ممکنه. مگه نه؟ آره ممکنه. اما بازم میتونست یه روز قاطی کنه و ازت حساب پس بگیره. این کارو کرد؟ نکرد. میدونی چرا؟ بیا چون که تو با آلارا تو پاریس بودی. ای خدا عجب غلطی کردم. اصلا من چرا رفتم پاریس؟ نمیرفتی. آره کاش نمیرفتم. بیا بشین. آیدا چی شده عزیزم؟ خوبی؟ میشه یکم اینجوری تو بغلت بمونم؟ آره میشه عزیزم، اما نمیخوای بگی چی شده؟ یکم دیگه. اما داری منو میترسونی. ابراهیم من یه کاری کردم، یه کاری که تو اصلا خوشت نمیاد. آفرین. باز تو زندگی کی دخالت کردی؟ ها؟ لروکس خوبی؟ حالت تعبو نداری؟ مطمئنی؟ خب الان چه جوابی بهم بدی؟ آره یا نه؟ خوابای خوب ببینی.
لروکس. وندی پیتر صبح بخیر. نخواب لروکس زود بش باشو. نمیخوام پاشم. آره همین. بیا ببینم بخورش. این چیه؟ چیزیه که حالتو خوب میکنه. زود باش بخور. گفتم بخور زود باش. چرا عصبانی میشی؟ همینجوری هم سرم درد میکنه. عصبانی نیستم. باشه میشه اینو بخوری لروکس لطفا. خیلی بده. افتضاحه. دمیر الان بالا میارم. این خیلی بده. نمیخوام. هدف همینه. چی؟ دمیر بیا بگیرش. نمیخوام. باشه زود باش. پاشو برو همون. زود باش ببینم. وای سرت گیج رفت داره؟ ببین اینجامه. وسط سره؟ اینجا. پس حتما با اونجا خوردی. آره. چیزی نشد. بیا تو چیزی نشده بهم. زود باش. سرت درد میکنه؟ باشه تو به خودت بیا یه دوش بگیر. منم میرم صبحونه رو آماده کنم. باشه. صبح بخیر. تونستی به خودت بیای؟ دوش خوب بود اما اصلا نمیتونم بگم که حالم خوبه. بیا بشین. البته که درد میکنه. یاره خیلی سرم بد درد میکنه. زود باش یه چیزی بخور. بعد کلی آب بخوری. اگه خوب نشد یه مسکن بخور اما با دوز پایین. خب دیگه شروع کن. دمی دیشب چی شد؟ شوخی میکنی؟ همینجوریشم خجالت میکشم. دیشب ساعت چند اومدم؟ یعنی چی ساعت چند اومدم؟ یعنی داری واقعا اینو میپرسی؟ تنها نیومدم؟ البته که نه. دمیر من اصلا همچین کاری نمی کنم. تو حتما باز اشتباه برداشت کردی. فقط تا خونه منو رسونده. کی؟ لروکس آخرین چیزی که یادت میاد چیه میشه بگی؟ برای قراری که داشتم آماده شدم. از خونه رفتم بیرون. بعدش زیادی مشروب خوردی. نتونستی برگردی. من اومدم دنبالت. دمیر تو خیلی آدم خوبی هستی. برای اینکه اومدم دنبالت؟ این که دیدی یکی منو کاشته و بروم نیاوردی. پس تو همه چی رو یادت میاد. یادته اینجا چطوری اذیتم کردی؟ چون اون حقت بود و فهمیدنش خیلی خوب نبود اما در ضمن کسی تو رو نکشت. فکر کردی با من قرار داری و همینطوری هم شد. اما فقط هم از دیشبم همین تو ذهنت بمونه. باشه؟ باشه همین میمونه. اونایی که تو ذهن تو میمونه چیه؟ بذار یکم فکر کنم. دیشب با یه خانم خیلی خوشگل غذا خوردم روی 2 میز متفاوت. بعدش تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت از اون خانم جدا نباشم.
اینم تو ذهن من. بیا به تو، برای سردردت خوبه. داری میخوری لروکس؟ همش رو بخور، همش رو. زود باش. آره داشتم گفتم خیلی باحال، کلی حال کردیم. فرخ تو با اجازتون خانوما. باشه برو منتظر. سلام نوش جونتون. چی شده براک؟ این مخفی کاری ها دیگه چیه؟ نکنه در مورد احسن از زندان فرار کرده مرخصی گرفته؟ چی شده؟ میخوام در مورد یه نفر برام تحقیق کنی. کیه؟ این مرتیکه دمیر. اوف، همه این مخفی کاری ها به خاطر این بود؟ ای بابا ترسوندیم. فرخ همه چی رو میخوام دربارش بدونم. چرا برگشته ترکیه؟ دوستاش کیان؟ شغلش چی بوده؟ کجا زندگی میکرده؟ میخوام همه چی رو بدونم، میفهمی؟ خب سعی نکردی از خودش بپرسی؟ بوراک جان، شرکت رو که نصف کردی، قسمت قویشو خودت گرفتی، هیچ مشتری برای دمیرخان نمونده، قسمت سازه به زودی ورشکسته میشه، دمیرخان هم میفرستن جای دیگه. چرا هنوز بیخیالش نمیشی؟ گفتم که میخوام همه چی رو پس بگیرم، دونه دونه. آها، همه اینا به خاطر لروکسه مگه نه؟ تو فقط تحقیق تو بکن، انگیزه و دلیلشو بسپار به خودم. فقط یه ذره زمان میبره. ببین تو قبلا با اینجور آدما کار کردی، بهتریناشو پیدا کن، هر چقدر پول لازم باشه میدم. میخوام همه چیزو بدونم. بازم برات گل فرستادم؟ جلوی در گذاشتم. کیه؟ هی برات گل میفرسته و توش یادداشت میذاره دعوتت میکنه. نمیدونم. اونو بده ببینم. بذار ببینم چی نوشته. خیلی متاسفم که دیشب نتونستم بیام. تو قلب بزرگت امیدوارم که یه جایی باشه که منو ببخشی. اینو دیگه از کجا آورده؟ نامت گفتم طرف تو رو میشناسه. هیچ نظری نداری؟ کی میتونه باشه؟ من میگم فکر میکردم تویی. خودت بگو، به نظرت میدونم واقعا لروکس، به نظرت من همچین یادداشتی مینویسم؟ نمیدونم میتونی یا نه. تو الان که برام چیزی ننوشتی، حتی پیامم ندادی. نه لروکس، حداقل 100 بار بهت پیام دادم. نه بابا، کی این اتفاق افتاده؟ چرا من اصلا یادم نمیاد؟ نکنه به جای من به کس دیگه ای پیام دادی ها؟ روزی که تو هتل موندم تلفنم یه دقیقه هم از پیامای تو آروم نشد. خوابیدی دمی؟ غذا خوردی دمی؟ چی خوردی؟ نکن. خودت گفتی دیگه، همه اون پیاما رو من فرستادم. تو هم در جوابم گفتی نخوابیدم، غذا نخوردم. بیا بگیر بخواب لروکس. اگه هوا گرمه پنجره رو باز کن. ببین، میبینی که آدما چیا برام مینویسن. یکی ندونه فکر میکنه رومئوه. مگه چیه؟ ما می نویسیم. باشه بعدم میبینمت. عزمیه؟ اون دیگه چیه؟ یه هدیه کوچیک از طرفدار مخفی لروکس. دیشب اینا با هم دیگه آشتی کردن. واسه چی باز دوباره اون طرفدار مخفیش کادو براش میفرستی؟ با فیروزه جون حرف زدیم، باید این هدیه های مدتی ادامه داشته باشه. اگه توجهش نسبت به لروکس یهویی قطع بشه چی میشه؟ چی میشه؟ الف، این کار باعث میشه فکر کنه به راحتی از لروکس دست کشید. ب، دمیرخان ممکنه فکر کنه که اینا کار خود لروکس بوده. میخواین کدومش بشه؟ ج، هیچ کدوم. خوبه، پس باید یکم دیگه دمیرخان به لروکس حسودی کنه. میگم اسمیه جون، به نظرت زیاده روی نمی کنی؟ یعنی حالا که آشتی کردن یه وقت خرابش نکنی؟ شما به همه اعتماد کنی، ما همه یه چیزایی میدونیم دیگه. دوبله شده در استودیو جن.
تو همش میگی من غیر ممکنم. دوتا غیر ممکن مگه میشه؟ اینا وقتی تنها میشن دعواشون میشه فیروزه. آره درسته، اینا وقتی تنها میشن یا دعوا میکنن یا میافتن زندان. راست میگی. همش داره به تلفنتون پیام میاد. یه نگاهی بندازین، ممکن از طرف مشتری‌ها باشه. هایدا هیچ وقت برای پیدا کردن مشتری جدید مشکلی پیش نمیاد. نگران نباش، حلش میکنم. چجوری میخوای حلش کنی؟ خیلی کنجکاوم بدونم. ازمین خانم، میتونم اسم تمام محصولاتی که امروز صبح وارد شرکت شدن رو بگیرم و همینطور دیروزی‌ها رو. نیازی نیست مخفیش کنی لروکس. هرچی باشه دیگه قانون ممنوعیت عشقی نداریم. نه 2 سال پیش دمیرخان با یه زن نامزد کرده بود. نامزد کرده؟ مگه براک اون زنه رو بهتون معرفی نکرد؟ مبادا به خاطر دفاع از اون پسر دروغای چرت و پرت بگینا، وگرنه من راستشو بهش میگم.